قصه میلاد کوروش بزرگ. قسمت 1. گروهی انسان بودند که به سختی خود را از قطب و سرما به سرزمین ایران رساندند. آنها غوریان آریایی بودند که در مهاجرت شرکت داشتند. این اقوام شامل مادها، پارسها، پارتها و دیگر قبایل نیز می‌شدند. مادها به تدریج در مناطق کوهستانی زاگرس نفوذ کردند و با اقوام بومی مانند ایلامیان، کاسی‌ها و لولوبی‌ها روبرو شدند. مادها اولین قومی بودند که در ایران به حکومت رسیدند و چون نام سرزمین قبلی خود ایران ویش بود و بام خودشان هم آریایی ها بود، نام سرزمین آن را ایران گذاشتند به معنای نجیب زادگان. مادها قدیمی ترین حکومت ایران نیستند، زیرا قبل آنها ایلام و قبایل دیگری هم بوده. مادها ابتدا پادشاه خوبی نداشتند. در تمامی جنگ ها شکست می‌خوردند و تمامی منابعشان به غارت میرفت، اما بالاخره پادشاه خود را عوض کردند و مردی عدالت فرور و مهربان به نام دیاکو را به پادشاهی برگزیدند و او شهر حکمتانه یا هنگمتانه همدان امروزی را به عنوان پایتخت کشور انتخاب کرد. تا چند پادشاه بعد دیاکو هم وضع ایران خوب بود و حکومت ما در قدرت بود، اما تا روزی که قسمت دوم داستان به زودی در چند حساب کن تا اولین کسی باشه که میبینی